سلام آقای عزیز، حالتون چطوره؟ من امین هستم و خیلی خوش اومدید به کانال ایدتشکی. دوستان در این ویدیو قراره گلچینی از چند گیم پلی رو مشاهده کنید که خیلی کیلای خفنی زدیم و همچنین قراره در ادامه به یک سرور بی‌ادبا و بی‌تربیتا بیفتیم که حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید که منظورم رو کاملا متوجه میشید که قراره بشینیم کلی با هم دیگه بخندیم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید، لایک فراموش نشه. یک حمایت خیلی بزرگی از من میکنید اگر این ویدیو رو لایک بکنید و حتما چنلم رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردم سریع ازش مطلع بشید. خب بریم سراغ گیم پلی امروز. خب این دوستا ما اومدیم اینجا ونوم رو زدیم با بی وای و اینجا ما اومدیم که داشتم خب یک باتی رو میزدم، دیدم از بک یه نفر داره بد وزی منو دمیج میکنه. من گفتم خب منتظر یه زمان عالی اوکی میمونم که بیام بزنم کبودت کنم. ببین دوستان اومدیم اینجا، حواستش نبود، همین یارویی که داشت ما رو از پشت میزد نتونست، ما خودمون اومدیم از پشت زدیمش. بنازم خب آقا رضا به اچ پیم یک شد اینجا، خودم برگام ریخت. اچ پیم یک شده بودش. مثلا بیاید اینجا که قرار کلی خوش بگذره تو این لحظه. ببین دوستان من اینجا هم تیمی مرد، اومدم انتقامشو گرفتم، بعد این یکی یار اون کسی که زدم اومد که داشت مومنت زدنشو به رخمون میکشید که یه دونه هم نتونست با مومنتاش به ما شات بزنه که خب حالا ما هم اومدیم زدیمش. آقا ایسا داداش چطوره؟ آقا ایسا مرد. اومدم هم تیم ما بلند کنم که دیدم بازم اینو برگشتن که ما هم گفتیم خب چیکار کنیم، میزنیمشون دیگه. خودشون اومدیم ایشون رو هم زدیم و دیگه هم تیمیم هم که دونست که نمیتونم بلندش کنم، اینا سری میان دیگه، خودش گیواب کرد و رفت. اومدم اینجا بیوای ایشون رو برداشتم، رفتم سراغ خونه که برم یک کمی لوت کنم که یهو دیدم بازم برگشتن که ما هم اومدیم اینجوری خیلی خوشگل و خفن زدیمش. آقا ایسا داداش چطوره؟ بازم مردی که خب اینم از ایشون، بازم مرد دومین باری که مرد. بریم سراغ سومین بار که ولی مدیک خیلی جوابه، مدیک واقعا خیلی خفنه. بازم آقا ایسا مرد که بازم ایسای عزیز رو زدیم. خب حالا بریم سراغ همون سروری که بهتون میگفتم، سرور معروف به سرور بی‌تربیت، سرور بی‌ادبا. بریم یه کمی بشتی باید دیگه بخندیم دیگه، نه؟ خب دوستان ویدیو لایک کردید؟ اگر لایک نکردید خیلی ممنون میشم این ویدیو لایک کنید که یک حمایت خیلی بزرگی از من هستش. کامنت هم فراموش نشه، دمتون گرم. خب گفتیم چقدر میخوایم بریم سل هاوس، یه تنوعی بشه، بیایم مپ روینز. ولی خب دیدیم که ماشاءالله تو مپ روینز همه از دم باتن. ما که دیدیم دیگه همه باتن و پلیر نیست، تصمیم گرفتیم که برگردیم به همون سل هاوس، بریم ببینیم سل هاوس چه خبره که خیلی هم قرار شوکه بشید. ببین دوستان اینجا دیدم که یه نفر دستش کنتیک داره یوز میکنه، میاد زدمش اینجا شد. ببین دیدم که این بزرگوار که دوتا R9 نداشته. آخه من نمیدونم حالا دوتا چرا R9 برمیداری. ببین این دوستان این یکی از هم بی تربیت و بی‌ادب هستش، اما نگران نباشید من اسمش هم سانسور میکنم. این یکشون بود البته، اسمش هم سانسور میکنم، نگران نباشید. آقا من نمیدونم چرا اسمتون رو اینجور میذاری. ای خدا. خب این هم کمی آدمی بود که کمی پیش
دبل آر 9 برداشته بود. کلا سمی بود این سرور. دبل آر 9 برداشته بودن. نمیدونم ببین دوستان خدا اسماشونو حالا ما سانسور میکنیم ولی من نمیدونم چرا اسمات اینجوری میذارید. گفتیم حالا که اومدیم سخت سل هاست بیایم یک کلید دزدی هم از یارمون بکنیم دیگه. نه خیلی عالی دوستان. ویدیو رو لایک کردید؟ اگر لایک نکردید خیلی ممنون میشم که همین الان لایک کنید که خیلی حمایت بزرگی از من هستش. دمتون گرم، واقعا ازتون متشکرم که این ویدیو رو لایک کردید. بریم سراغ بی‌تربیت بعدی که بزنیم کبودش کنیم. ای وای ای وای وای. دوست گرامی دیگه یاد بگیر از اینجور اسما نذاری یا. آفرین. خب دوستان لطفا کانالم سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم فعال کنید. ممنون. خیلی عالی. بریم حالا یه بار دیگه این فرد رو بزنیم که ای وای ای وای وای. آدم اسمش اینجوری میذاره واقعا که بزنیم با اودن که بودش ماجی. اودن این سن واقعا داره بوم. بس اینو ببینید تو من بغلی تم توی دمیج بخوری ولی دراز میکشی. چه سمیه وای. کلا سم بود این سرور اصلا نمیدونید. اصلا داشتم گفتم اودن این سن داره واقعا میتونه کنه. خیلی گانش فنی شده. حالا ببین این بی تربیت هم بازم اومدیم با کیاره مینتور زدیمش داریم بی تربیت درس میدیم که دیگه اینجور اسماشون رو نذارن. دوستان کانال رو سابسکرایب کردید؟ اگر نکردید لطفا سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم فعال کنید. دمتون گرم. دوستان داشتم میگفتم اودن واقعا داره این سه مینوازد. اگر که دوست داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید و لایک کنید که بریم یک ویدیوی مخصوص در مورد اودن بسازیم، آپلودش کنیم و یک اتچمنت فوق العاده براش بدیم عین همون ویدیویی که در مورد اچ اس ساختیم. بریم با کیاره من بزنیم ایشونو که نمیدونم چقدر میزدم نمیمرد رو بزنیم بمیره که این مچ هم تمام بشه. خب بالاخره مرد. خب دوستان خیلی خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت فراموش نشه. حتما کانالم رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم فالو کنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود کردیم سریع ازش مطلع بشید. حتما نظرتونم راجع به این ویدیو داخل کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.